فرقی با 2021 2024 نداره. کارانداز از برای پروژه مثل کابینت، کمد، این فضاهای داخلی که زیاد نمیخواد سنگین باشه، فایل به نظر من کافی هست. خب همونطور که می‌بینیم وقتی وارد نرم افزار 3D Max میشیم، ما وارد همچین صفحه‌ای میشیم که قسمت در مورد ولکام هست و این قسمت ما توضیح داده فضای داخلی 3D Max رو. خب من اینو ضرب در میزنم و فضای 3D Max ما همچین فضاییه که به صورت صفحه شطرنجی هست. 4 تا نما ما داریم ازش، یکی به صورت پرسپکتیو هست، یکی به صورت فرانت هست، یکی تاپ و یکی لفت هست. این فضای کاری ما هست. همونطور که میبینید ما توی فضای 3D Max یه سری تفاوت‌های زیادی حالا با فضای مثلا مثل اسکچاپ داره یا با نرم افزارهای دیگه مثل اتوکد و اینها داره. من با این قسمت در مورد لایه ها هست که خب همیشه تو آموزش ها هست لایه بندی، ولی وقتی کسی کار بکنه در پروژه کاربردی، هیچ کاربردی به نظر من نداره، یعنی تو نمیتونی استفاده کنی ازش. برای آموزش شروع خوبه، برای همین من اینو اصلا فاکتور میگیرم و وقت برای این قضیه نمیذارم. ما این قسمت یک نواری هست که ما در این نوار بهش میگیم کامند پنل. یک پنلی هست که تمام بحث‌های طراحی ما در اینجا صورت میگیره. میخوایم باکس بکشیم، میخوایم سیلندر بکشیم، میخوایم اندازه گذاری بکنیم، انواع دستورات مختلف رو ما بدیم برای پنجره کشیدن، در کشیدن و حالا تو بحث‌های تنظیمات اساسی. قسمت دوربین گذاری هست که ما دوربین میذاریم برای رندر گرفتن. قسمتی هست که مربوط حالا به ما موتور رندر ویری رو نصب داریم روی سیستممون و خب وقتی ویری باشه باعث میشه که این یک موتور رندریه که کمک میکنه به ما که بتونیم رندرها رو از صحنه هایی که حالا طراحی کردیم در این فضای محیط کاریمون بتونیم بگیریم. این قسمت اندازه گذاری من هست، صفحه شطرنجیم هست، تیپ که خب اندازه گذاری حالا اون بحثی که طراحی کردیم هست و اون دو تا دیگه هم که مربوط به تنظیمات هست فعلا کارش نداریم. ابزارهایی که ما میخوایم استفاده بکنیم ما اینا رو سعی میکنیم قدم به قدم در بحث طراحیمون توضیح بدیم. همینطور که میبینید ما با 2 تا کلید کار میکنیم. اولا که من توی نمای پرسپکتیو میارم و Alt و W رو که بزنم روی موسم و روی این صفحه قرار میدم، یک کلیک چپ میکنم و Alt و W رو میگیرم، وارد فضای اصلیمون میشم و دوباره اگه Alt و W رو بگیرم میام دوباره 4 تا نما رو میبینم. حالا پس میخوام رو صفحه اصلیم بیام، روی یک نما طراحیمو شروع کنم، Alt و W رو میگیرم. این صفحه شطرنجی فقط در بیس کار به من کمک میکنه که نمایی که میخوام از اتوکد بیارم رو اینجا رو چه نمایی باید خروجی بگیرم و کار طراحی رو شروع کنم. فقط تو همین قضیه بعدش من با دکمه G رو که روی کیبورد بزنم قسمت یعنی گرید لاینای من میره، صفحه شطرنجی من میره و دوباره G رو بزنم برمیگرده. با قلتک موس عقب جلو میکنم برای مقیاس ها. خب اولین تنظیماتی که برای ما خیلی مهمه که آیا بر اساس متریک باشه بر اساس متریک نباشه، ما الان اولین کاری که میکنیم در نمای تاپ میایم اینجا و نمای تاپ یعنی از بالا میخوایم نگاه کنیم و از بالا که میخوایم نگاه بکنیم وسط محور من هست، میرم روی گزینه نوار ریبو و قسمت فایل و ایمپورت یعنی انتقال دادن فایل اتوکدم رو میارم. خب توی دسکتاپ بود دیگه، من اونجا ذخیره کرده بودم و پارت 4 که فایل آخرمون بود رو اوپن میزنم. خب وقتی این صفحه برای من میاد من در اینجا متراژم رو وارد میکنم. وقتی بخوام در اینجا متراژم وارد بکنم میام بر اساس مقیاسم رو بر اساس متر میتونم بذارم، سانتی متر میتونم
ببخشید، میتونم بر اساس اینچ بذارم و من میام بر اساس متر چون کار کردم بر اساس متر هم میذارم. متر رو میزنم و گزینه ری اسکیل باید همیشه باشه و این گزینه یوز اکسترود مودیفایر هم همیشه تیکش بخوره. پس یکی این گزینه برامون مهمه تیکش بخوره، یکی هم مقیاس که بر اساس متر باشه و این تیک ری اسکیلمون بخوره. با بقیه‌اش دیگه کاری نداریم. اوکی رو میزنیم و فایل من اینجا اومد. خب میبینید من فایلم بهتره که دقیقاً در درجه 0 قرار بگیره، یعنی در اینجا قرار بگیره. میام از ابزار موو استفاده میکنم و این رو چون نمای بالا هست دیگه اینجا قرار میدم. خب همینطور که دارید میبینید. حالا من وقتی اینو در اینجا قرار دادم میخوام 2 تا نکته رو بهتون یاد بدم. برای اینکه من مطمئن بشم که این در فضای نقطه مقیاس مختصاتی 0 من قرار گرفته، ما یک ابزاری اینجا داریم که خیلی مهمه یاد بگیریم. بهش میگن اسنپ. مال مربوط به اینه که تمام نقاط من رو همدیگه قرار بگیره، یعنی سقفم رو دیوارم دقیق قرار بگیره، یعنی در نقطه 0 قرار بگیره. من وقتی که اسنپ رو روش بزنم، وقتی که من اسنپ رو بیام روش بزنم، این قسمت رو که میزنم روش، خب وارد این صفحه میشم، یعنی راست کلیک که بکنم وارد همچین صفحه میشم. وقتی این صفحه رو انتخاب میکنم، من بهتره که ورتکس تیکش بخوره، گرید پوینت حتما بخوره و با بقیهش دیگه کاری ندارم. این تیکه رو بعدا بهتون میگم چه کارش، چه استفاده ای ازش میکنیم. این قسمت رو بهتون باید تیکه رو تغییر بدیم دیگه، با بقیهش کاری ندارم، فقط ورتکسش خورده بشه و گرید پوینته. خب و زبدر رو میزنم و کار من تمام میشه. خب حالا من میخوام بیام دیوار کشی رو انجام بدم. دیوار کشی مرحله اول من هست که میخوام انجام بدم. این قضیه هم فعلا تا اینجا پارت 5 باشه و بعد میریم پارت 6 برای دیوار کشی رو شروع میکنیم.